سلام سلام، میخوام امروز بهتون طرز تهیه باقلوا رو با خمیر یوفقا یاد بدم. خب برای اینکه بخوایم این رو شروع کنیم اول باید شیره و شهد رو آماده کنیم. برای این کار 1.5 لیوان شکر، 1.5 لیوان آب با هم قاطی میکنیم، روی گاز میذاریم. وقتی که قوام اومد 20 دقیقه بعد بهش کمی آب لیمو اضافه میکنیم، میذاریم 10 دقیقه دیگه بجوشه و بعد میذاریم کنار تا سرد بشه. حالا به 150 گرم کره نیاز داریم. کره رو روی بخار غیر مستقیم سماور قرار بدید و به صورت بنماری اون رو آب کنید. حالا نوبت باز کردن ورقه خمیر یوفقاه. یه نونایی هستن که توی جنوب بهشون میگن نون تیری. خمیر یوفقا منو یاد نون تیری میندازه. باید خیلی سخاوتمندانه با برس بهش کره بزنیم. من اول خواستم به صورت هلال درش بیارم که دیدم روی این نونا نمیشه این کارو کرد، به خاطر همین ساده گذاشتم. پس همونطور که میبینید کره میمالید و پودر گردو میمالید و اونها رو به صورت رول در میارید به همون شکلی که توی ویدیو میبینید. قالب رو هم خیلی خیلی چرب کنید تا اینا توش نچسبه. بعدش اون رو توی قالب قرار میدید و توی دمای 180 درجه از فری که قبل از این گرم شده میذارید تا حدوداً 30 دقیقه و زمانی که طلایی شدن میرید سراغشون. البته این رو هم گفته باشم قبل از اینکه باقلواها رو توی فر بذارید روشون رو باز هم کره بمالید، یعنی روی خود باقلوا رو هم که رول شده کره بمالید. بعد بیرون بیارید، یکم که گرماش رفت، نه اینکه کاملا سرد شده باشه، کمی که خنک شد، شهد و حالا پودر پسته یا گردو رو روش بزنید. نوش جونتون باشه.